ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهردین روز 27 سپتامبر صورت گرفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید جانب‌ها وضع حاضره را در مرز با قرقیزستان مورد بررسی قرار دادند. وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتاً آرام است ولی حساس میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه از منبر سازمان ملل همدیگر را به تجاوز نظامی به قلمرو یکدیگر متهم کردند. 5 روز پیشتر وزیر امور خارجه امریکا با ژمبه قلیبایوف همتای قرقیزی خود در شهر نیویورک نیز گفتگو داشته است. سراج الدین مهردین برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل و هم حضور در نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و امریکا به نیویورک و واشنگتن رفته است. انتونی بلینکن بعد ملاقات با سراج الدین مهردین گفت آنها در نشست مذکور درباره پیشرفت اقتصادی در منطقه و هم احترام به حقوق انسان و از جمله مناسبت با ژورنالیستان گفتگو کردند. در تاجیکستان عین زمان چندین خبرنگار و بلاگر در بازداشت هستند. حکومت امریکا و سازمان‌های حامی حقوق از چنین برخورد حکومت تاجیکستان با خبرنگاران اظهار نگرانی کرده خواسته است که بگذارند تا آنها کار خود را بدون ترس و هراس انجام دهند. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان دایر به این مسئله چیزی گفته نشده است. فقط در آن آمده است که دو طرف همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و بشری و افزا در افغانستان و مبارزه با تروریسم را بررسی کردند.